خب در این قسمت میخوام بپردازیم به راهکار دوم. من اینا رو کامل پاک میکنم. اینا رو کامل اینم اینجا پاک میکنم. اینا رو من میذارم. ما گفتیم قیمت از این حالت اومد به طرف پایین و حساب ما رو -6% برد داخل ضرر. از چارت رفته رفته اومده به طرف بالا. یعنی من اینجا یه بای گرفتم، در بدترین حالتم بای گرفتم، مجدد اومد پایین با توجه به پولم، بالانسم و میزان آستانه تحمل خودم اومدم یه بای بعدی گرفتم. بعد اینجا دوباره یه بای بعدی گرفتم، قیمت اومد پایین تر تا بای چندم، تا بای 4. بای 4 که نباید بگیم، حالا به این هم میرسیم. قیمت به طرف بالا شروع کنه حرکت کردن. شما انتظار دارید سقف بالاتری بزنه، حالا مثلا یه روندی، حالا یه تحلیلی انجام دادید تا این محدوده مهمیه براش. نمیگم این سقف که قراره بزنه بریزم، اینو نمیگم، یه محدوده مهمی برسه و شما با همین هیچ شروع میکنه حرکت کردن. دوباره با یه اختلاف کوچیک بای بعدی رو میگیرید. اوکی، شما زمانی که بای گرفتید و چارت به طرف بالا داره حرکت میکنه، شما باید چیکار باید بکنید؟ بیاین داخل مسیر این حرکت چیکار بکنید؟ پوزیشن ها رو باید کاهش بدیم. یعنی چی پوزیشن ها رو باید کاهش بدم؟ شما اومدی داخل یورو اومدی 1/10 گرفتی اینجا، این همیشه اعداد فرضاً، 1/10 اینجا گرفتی و چارت شما رو داخل ضرر آورده و به طرف بالا شروع کرده حرکت کردن و اومدی دوباره یه بار اینجا هم گرفتی 1/10. زمانی که چارت به طرف محدوده مهم داره حرکت میکنه، من چیکار باید بکنم؟ باید بیام این پوزیشن هایی که دارم و یک به یک باید سبک کنم. امکان داره یه خبر یا یه حرکت شارپی اینو بزنه. الان من 4 تا بای فعال دارم، حالا بیا درستش کن. من اینجا باید چیکار کنم؟ سیو استودم رو انجام بدم. میام از این پوزیشن میام چقدر سبک میکنم. این باز هم بستگی به خودتون داره و زمانی که داری سبک میکنید اینا رو هم بشمارید دیگه. وقتی من میام 5 صدم سبک بکنم، 5 صدم دیگه فعال دارم. زمانی که قیمت به طرف پایین حرکت کنه، آیا میتونم تحمل کنم این 5 صدمی که داره میاد پایین؟ اگه داخل طلا باشه که خب خیلی سخته. میام فقط 2 صدم فعال میذارم، 8 صدم سیو استود میکنم، اینم همینطور و اینم همینطور. و این که الان بالاست، شما میتونید اصلا اینو بالا که داره به طرف محدوده بره، مثلا با یه عدد همون 2 صدمی بگیرید. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ من اکودیتی من به طرف بالا حرکت کرده و بالانس من اگر $900 باشه، حالا این پوزیشن ها رو که من بستم حالا شده مثلا نمیدونم 30 تا 40 تا هر چقدر شد، بالانس من به طرف بالا حرکت کرده و اکودیتی منم اینجا رشد پیدا کرده. خب منم چیکار کردم؟ سبک کردم، گذاشتم رو بالانس، یعنی معاملاتی که میبندم بالانس من اینجا چی شده؟ به طرف بالا حرکت کرده. امیدیم این قسمت باید حواسمون به این محدوده ها باشه. باید حواسمون به این محدوده باشه. چه تایم فریمی کار کنیم، چه نمیدونم اصلا به خدمت شما هشت چقدر وارد کنیم، الان کامل تو این جلسه کامل بهتون توضیح میدم و میریم داخل خود چارت اینا رو هم بررسی بکنیم. قیمت به این محدوده یک مهمی که برسه، شما اینجا سطح استاپ هایی که دارید میبینید، بسه به رنگ قرمز اینا رو بیارم، آماده سل باشید. اینجا سل بگیرید، اینجا پوزیشن سل، اینجا پوزیشن سل، اینجا پوزیشن سل. باز هم فاصله بستگی به خودتون داره. فاصله حالا یکیشون میگه آقا من $4 فاصله رو بیشتر میکنه، 40 پیپ میکنه، یکی 10 پیپ میکنه، یکی 30 پیپ میکنه، بستگی به خودتون. و اینجا چیکار میکنیم؟ بایا رو که سبک کردیم، وقتی داخل یک روند سعودی ما قرار داریم، یه روند اصلاحی هم داریم بعد حرکت کنه به طرف بالا. اوکی،
میام زمانی که به این محدوده ها رسید قیمه شاید به طرف پایین حرکت کنه، سلای من فعال بشن. اوکی، سوال میپرسن بچه میگن خب بایا رو چه کار کنیم؟ بایا رو نباید ببندید. شما دارید عمل هج انجام بدید. بله بایا رو داخل سودن، اوکی داخل سودن، ولی شما گفتی آقا دیدگاه من برای این چارت اصلا روند این چارت سودیه، چه لزومی داره من بایا رو ببندم؟ اگر نمیتونی بای سل همزمان ببینی داخل اون متا تریدرت، خب پس هج نکن. من دارم توازن رو برقرار میکنم برای این. بکن این ترازوه، اوکی. شما وقتی یه حجم بای اینجا بذارید یه حجم سل بذارید، وقتی برابر باشه علنا اومدیم اکودیتی خودمون رو چیکار کردیم؟ خونسا کردیم. یعنی قیمت بره بالا بیاد پایین نمیشه. یه کف ترازو باید سنگین باشه. حالا میگیم 1/10 این میشه تقریبا 500 که 500 من بیشتر باشه این بیاد پایین، بای من قوی تره دیگه. خب الان من رسیدم به این محدوده، میام چیکار میکنم دیگه؟ با اعداد بازی میکنم، با همون حجما بازی میکنم. میام داخل همین چارت شروع میکنم پوزیشن سل گرفتن. چون روند من، اینو خوب توجه کن، چون روند من روند سعودیه، باید چیکار کنم؟ حجمای پایین استفاده کنم، نه بیام 200 اینا رو بگیرم. حالا بیام یه خورده بالاتر بگیرم، بیام سلمو 400 بگیرم، بعدی 400 بگیرم. زمانی که چارت به محدود مهمی هم دوباره میخواد به طرف بالا حرکت کنه، شما میتونید، قرار نیست اینجا ببندید، شما میتونید از بالا چیکار کنید؟ سبک بکنید. من سبک میکنم 100 میکنم 100 و چارت به طرف بالا حرکت میکنه. خب چه اتفاقی افتاده اینجا؟ من 1 2 3 4 من الان 800 بای دارم، منهای سل چقدر دارم؟ اینجا من 2 تا 400 اینو مثال زدم براتون، آره 2 تا 400 و اینجا خونسا میشه. پس اینو من همون 400 در نظر بگیرید. اومدیم اینا رو بستیم کردیم کلا اینو به 200 رسوندیم، اینم به 200 منهای 400. پس الان من مثبت 400 بای من قوی تره، جمع بای من قوی تره برای حرکات سودی. خب اینجا من هم بای فعال دارم هم سل فعال دارم، اوکی، ولی قدرت بای من فعاله. یعنی الان همزمان سل فعاله، بای من هم فعاله. خب سوال پیش میاد، خب چرا سلا رو میذاریم؟ به خاطر اینکه شما دارم هج انجام میدید. من نمیدونم حالا حرکت بعدی این آیا این محدوده رو میزنه یا دوباره میخواد برگرده بیاد طرف پایین. زمانی که بیاد برگرده بیاد طرف پایین، باید این اکودیتی من تحت فشار چیزی قرار نگیره. شما وقتی بیان اینجا، من 800 بای دارم، اینجا چقدر؟ فرض کنید آقا من 400 سل دارم، اکودیتی من اینجوری گیری میاد پایین، شروع کن رنج کار کردن، اینجوری حرکت میکنه. ما باید این اکودیتی خودمون شیبشو باید ملایم کنیم. وقتی شما دارید بای میگیرید و چارت به طرف پایین داره حرکت میکنه، فقط بای خالی داشته باشید، همونطور داری ضرر میکنی. وقتی اینجا سل داری داخل این مسیر، خب شما یه پوزیشنه ببینم اینجا چقدر 200 دارید، منا یه پوزیشنه چقدر 100. زمانی که $10 اینجا داری سود میکنی، اینجا چقدر میشه؟ اینجا منفیه. ما بخشید اینجا وقت $10 داری ضرر میکنی، اینجا مثبت $5، یعنی الان $5 ضرر کردی. این داره کمکتون میکنه، کمک میکنه که چه اتفاق بیفته. زمان رو داریم میخریم، زمان رو میخریم که این سیاه ضرر نکنه تا بیاد تا یه محدوده‌ای چهار به طرف بالای من حرکت بکنه.